هرگز هیچ زنی رو لمس نکن. این یک قول بین دوتا راهب بود، اما بعد اونها زنی رو میبینن که برای عبور از رودخونه نیاز به کمک داره. راهب پیر بدون هیچ کلمه‌ای زن رو کول میکنه، از رودخونه رد میکنه و سالم میبرش اون طرف رودخونه. اونها ساعتها در سکوت راه رفتن. راهب پیر خوشحال بود، ولی راهب جوان از درون عصبانی بود. اون قانونو شکست. چطور تونست به یه زن دست بزنه؟ و بعد فریاد زد: استاد، لمس زنا برای ما ممنوع بود، ولی شما اون زن رو کول کردید. راهب پیر لبخند زد و گفت: من اون زن رو چند ساعت پیش گذاشتمش زمین، تو چرا هنوز کولش کردی؟ سنگین ترین افکار تو ذهن ما زندگی میکنن، نه روی شونه های ما. به حرف راهب پیر گوش بدید و بار سنگین افکار عصبانی خودتون رو رها کنید. تو این پیج من چیزهایی که کمتر شنیدی رو بهت میگم. اگر به این جور داستان‌ها علاقه داری، پیجم رو فالو